آقای خامنه‌ای، شما به عنوان یه رهبر، حالا یا خودتون اسمتون باشید ولایت فقیه، فکر میکنم شما مسئول باشید به سوالات من شهروند جواب بدید، چون که در مورد مسائل دینی و فقه شما مأمورین میان یه سری افراد و بیگناه و معصوم و بیدفاع رو اشتباهی میکشند و به جای معذرت خواهی خانواده هاشونو شکنجه میدن، بازداشت میکنن، تهدید میکنن و از همه مهمتر دین شما اجازه نمیده برای اون شخص بیگناهی که خونش به ناحق ریخته شده سوگواری کنن و فاتحه بفرستن. آیا این جنایت اگر در اهداف دین شما باشه، آیا این جنایت حلال است؟ یعنی این خیلی عادی و باید حلال بشود؟ آیا شما به عنوان ولایت فقیه و کسی که دین اسلام رو داری ترویج میکنی و شیعه، آیا اگر این کار در اهداف نظام اسلامی شما باشد، آیا این کار حلال است؟